بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. سلام خدمت تک تک شما دوستان و عزیزانی که جلسه حقوق جزای اختصاصی را از دانشگاه حقوقی دلیر تعقیب میکنین. امیدوارم که جور و صحتمند باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از جلسات حقوق جزای اختصاصی از دانشگاه حقوقی دلیر. البته ما در سلسله بحث های گذشته که روی این موضوع انجام دادیم، از او جمله تعریف حقوق جزای اختصاصی و تقسیم بندی حقوق جزای اختصاصی را ما رویش بحث کردیم و قرار هست که امروز هر یک از این تقسیم بندی ها را به صورت اختصاصی و به صورت مفصل رویش بحث بکنیم. خب قبل از این که وارد بحث شویم، اوید از عزیزانی که تا هنوز عضویت این دانشگاه را نگرفتن، شما هم میتونین که عضو این دانشگاه شوین و سلسله درس های حقوق جزای اختصاصی را با ما تعقیب بکنین. ما در تقسیم بندی حقوق جزای اختصاصی روی جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی یا عامه بحث کردیم و یک سری از تعریف های خیلی کوتاه و مختصری را ارائه کردیم که امروز روی هر کدام از این موضوع به صورت جداگانه و به صورت اختصاصی میپردازیم که از او جمله در مبحث اول ما روی جرایم علیه اشخاص بحث میکنیم که جرایم علیه اشخاص چی هست و کدام موضوعاتی را در بر میگیره، که از آن جمله ما بحثی را که در جرایم علیه اشخاص انجام دادیم گفتیم هر آن چیزی که صدمه بر بدن انسان و به زندگی انسان و به سلامت جسمانی انسان وارد بکنه از جمله جرایمی است که علیه سلامت جسمانی اشخاص یا تمامیت جسمانی اشخاص تلقی میشه، که از اون جمله ما بحثی روی قتل کردیم و گفتیم که یکی از انواع جرایم علیه اشخاص بحث قتل هست، یا این موضوع قتل و موضوع بعدی موضوع ضرب و جرح و موضوع بعدی موضوع انتقال بیماری ها از یک شخص به شخص دیگه هست و موضوع دیگه هم که همان قطع عضو است که هر کدام از اینها به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولی امروز ما قرار هست که روی قتل بحث بکنیم و ببینیم که قتل از دیدگاه حقوق چی هست و از دیدگاه قرآن و شریعت اسلامی چی هست. خب یک تعریف کوتاهی اینجا من نوشتم که باید خدمت شما ارائه بکنم که جرایم علیه اشخاص همانطوری که در تعریف گذشته بیان شد، ضرر وارد به یک شخص و تشویش و دلهره و ترس ناشی از ادامه آن دامنگیر تمام جامعه می شود. خب ما در بحث های گذشته گفتیم که وقتی که از یک عمل مجرمانه یک شخص ضرر میبینه، اینمی ضرر وارد بر شخص نه تنها برای خود شخص هست بلکه به پیکره جامعه نیز ضرر وارد میکنه. این پیکره از جامعه چگونه ضرر برش وارد میشه؟ و اینه که پس از اینی که اگر اطلاع پیدا بکنن که امروز در فلان منطقه الف یا ب یک جرم اتفاق افتاده، مردم آن یا همسایه های این منطقه با ترس و لرز و دلنگرانی و ناامنی و تشویش های روحی و روانی زندگی میکنن. این تشویش ها و ترس و لرز ها ناشی از این است که فردا روز این جرم اتفاق افتاده در منطقه مثلا ما رخ ندیه. بنابراین این باعث میشه که نه تنها بر شخصی که در منطقه الف زندگی میکرد جرم برای از او واقع شده، بلکه پیکره از جامعه ای که در منطقه ب و جیم و دال و غیره هستک نیز برای اینها این تشویش های روحی و این روانی و این دلهره و این نگرانی و این احساس ناامنی ضرر کلی وارد میکنه.
خب این نوع جرایم معمولا بر جسم یک شخص ضرر را وارد می کند که حتی منجر به مرگ شخص نیز می گردد. از جمله خطرناکترین این نوع جرایم را می توان از قتل نام برد. در اینجا قتل با انواع و اقسام آن، انگیزه مجرمانه، عناصر تشکیل دهنده قتل از روی انگیزه مجرمانه و مجازات آن مورد بحث قرار می گیرد که ما در بحث قتل تعریف کردیم و گفتیم که قتل به 3 نوع تقسیم شده. اگرچه به 5 نوع اکثریت بعضی از دانشمندان موافقن، میگن نه به 5 نوع تقسیم شده، ولی اکثریت از دانشمندان علم حقوق به این عقیده اند و شارع مقدس نیز به این عقیده اند که قتل به 3 دسته کلی تقسیم شده که عبارت است از قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض که هر کدام میره به صورت مفصل در اینجا بحث میکنیم. خب اول از همه قتل عمد چگونه یک نوع قتل هست؟ قتل عمد تعریف شما بعدا میخونیم. در قتل عمد شخصی که این قتل را انجام میده وجود قصد فعل هم داره، یعنی موجودیت قصد فعل باید در جرم قتل وجود داشته باشه و قصد قتل نیز وجود داشته باشه. در اینجا 2 بحث مورد بحث قرار میگیره. اول اینه که وجود قصد فعل، دوم وجود قصد قتل. یعنی اینه که هرگاه شخص الف بخواد که شخص بره به قتل برسونه، این شخص الف باید 2 تا انگیزه در خود داشته باشد تا که قتل عمد اتفاق بیفته. اول اینه که وجود قصد فعل مجرمانه، یعنی این بخواد که این فعل مجرمانه را انجام بده. خب وقتی که این فعل مجرمانه را انجام میده حداقل باید از یک نتیجه حاصل بکنه. در صورتی که نتیجه از این حاصل نکنه خب قتل عمد در اینجا اتفاق نمیفته، چون قصد قتل فرد در اینجا نهفته نیست. در صورتی که این فرد از این 2 جنبه استفاده میکنه که اول وجود قصد عمل مجرمانه که یک عمل مجرمانه ای که عبارت است از زدن است یا مثلا شلیک گلوله یا مرمی است یا پرتاب یک شخص از بلندای کوه یا آپارتمان هست، و دوم قصد نتیجه مجرمانه یا قصد قتل مجرمانه، یعنی که اینی که شخص میگه من فلان شخص را میزنم و به قصد کشتن هم میزنم و ما میخوایم که این را بزنم و این باید بموره. تا زمانی که این نموره قتل انجام نمیشه. در اینجاست که هر 2 انگیزه در جانی وجود داره، پس در اینجا قتل عمد اتفاق میفته. قتل شبه عمد در قتل شبه عمد برخلاف قتل عمد یکی از این گزینه ها ناقصه. در اینجا مرتکب قصد فعل مجرمانه را داره ولی قصد قتل نداره یا قصد نتیجه مجرمانه را نداره. یعنی شخص الف میخواد که شخص بره از بالا پرتاب بکنه ولی نمیخواد که این شخص به کشته شود. این میخواد که فقط برای عزیز ضرر وارد بکنه، مثلا دستش بشکنه یا پاش بشکنه یا اینی که مثلا فلج شود یا یک اتفاق دیگه بیفته برش. پس بنابراین وقتی که یکی از این 2 انگیزه در شخص جانی وجود نداشته باشه و یکی از اینها وجود داشته باشه و یکی دیگری از اینها وجود نداشته باشه، در اینجاست که قتل شبه عمد اتفاق میفته، نه قصد قتل عمد. خب در قتل خطای محض برخلاف قتل عمد که در مقابل از این قرار میگیره، شخص مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داره و نه قصد قتل شخص را داره. شخص مرتکب نمیخواد که عمل مجرمانه را بر علیه شخص انجام بده و نه اینی که میخواد نتیجه حاصل از این عمل مجرمانه را به دست بیاره. یعنی این میشه به طور کلی خطای محض، یعنی اشتباه کامل یا اشتباه محض. بچینو شخص الف مثلا استاده است در پشت یک درخت کمین کرده و میخواد که آهوی را از اونجا سپری میشه و میخواد که این آهو را شکار بکنه یا گوزنی میخواد شکار بکنه. خب
اسلحه را گرفتن، نشانه را گرفتن، مستقیم به سمت آهو. وقتی که میخواد که شلیک بکنه که ناگهان از اینجا یک صیاد دیگه عبور میکنه یا یک فرد دیگه مثلا به حیث یک توریست از این جنگل یا از همین محل عبور میکنه که مرمی که از این فرد الف از تفنگ این فرد الف رها شده میره به شخص صیاد یا همون شخص مثلا سیاح میخوره. در اینجا از اثر اشتباه این شخصی که به گمان اینه که میخواد شکار بکنه به شخص تصادف کرده و به شخص مرمی اصابت کرده، شخص ب یا همون صیاد یا همون مثلا توریست از بین میره. در اینجا شخص قصد قتل شخص را نداشت، درست است، نمیخواست که نتیجه مجرمانه ای که قصد قتل هست را به دست بیاره. قصد عمل مجرمانه که شلیک بالای فرد صیاد یا همان توریست را نداشت. خب پس بنابراین وقتی که هیچ گونه انگیزه‌ای در انجام یک قتل وجود نداشته باشه، در اینجا میشه که خطای محض. البته در قسمت مجازات قتل عمد و مجازات جرم قتل شبه عمد با مجازات قتل خطای محض با هم در بر ضد یکی دیگه هستن، یعنی در یک ردیف قرار ندارن که بگویم همه اینها یک نوع مجازات میشه. مجازات اینها از دیدگاه خفت و شدت متفاوت هست. خب اول قتل. دانشمندان از قتل تعریف ارائه نکرده است، ولی با درک تعریف از قتل عمد می توان خود قتل را چنین تعریف نمود: قتل عبارت است از سلب حیات دیگری که هیچ نهادی قتل وی را مباح ندانسته باشد و شخصی که عمل را انجام می دهد قاتل و شخصی که به قتل رسیده باشد مقتول نامیده می شود. در جرم قتل شخص قاتل از طرف هیچ نهاد قانونی اجازه به قتل رساندن شخص دیگری را صادر نکرده باشد. خب وقتی گفتیم قتل عبارت است از سلب حیات دیگری، یعنی اینی که نمیشه که شخص خودش را بکشه بگه من قتل را انجام دادم، که در اینجا خودکشی از جمله جرایم محسوب نمیشه. در اینجا باید قتل شخص از کسی دیگه ای باشه. مثلا شخص الف میخواد شخص ب را به قتل برسونه، هرگاه شخص الف بخواد شخص الف یعنی خودش را از بین ببره، در اینجا قتل اتفاق نیفتاده، بلکه اینجا خودکشی اتفاق افتاده که در خودکشی اصلا خودکشی عنوان مجرمانه ای را به خود اختصاص نمیده که ما این را در درس های بعدی رویش بحث میکنیم. که گفتن عبارت است از سلب حیات دیگری. خب این سلب حیات که هیچ نهاد قانونی و هیچ نهاد دولتی اجازه قتل از او را صادر نکرده باشه، فقط اجازه قتل جانب یک فرد را از سوی محکمه با صلاحیت و با توشیح رئیس جمهور صادر میشه، که این هم مستقیم برمیگرده به شخصی که این عمل را تنفیذ میکنه، همان مستنطق یا وکیل اجتماعی هست. خب شخصی که عمل را انجام میده قاتله. هر کسی که جرم قتل را انجام میده به عنوان قاتل یاد میشه، و شخصی که به قتل میرسه این ما میگیم مقتول، یعنی شخصی که به قتل رسیده، یا همان مجنی علیه، که مجنی علیه اکثریت اوقات ما به شخصی میگیم که ضرر بر علیه از او وارد شده ولی زنده هست. خب اینجا کسی که از اثر ضرر وارده بمیره و این میگن که مقتول. خب در جرم قتل شخص قاتل از طرف هیچ مرجع قانونی اجازه به قتل رساندن شخص دیگری را نداشته باشه. در اینجا هست که شخص عملش به حیث عمل قتل عنوان میشه و مورد مجازات قرار میگیره. خب انواع قتل. خود قتل به انواع و اقسام مختلف تقسیم بندی گردیده است که از جمله آنها فقط به 3 نوع آن که تمام دانشمندان علم شریعت و حقوق به آن تاکید کرده و هم نظر هستند در اینجا مورد بحث قرار میگیرند، که عبارتند از قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض. خب و همچنین پرونده های جزایی در سیستم عدلی و قضایی از روی این 3 نوع زیر مورد بررسی قرار میگیره، نه سایر انواع قتل ها. خب قتل عمد
قانونگذار افغانستان در ماده 546 کد جزا قتل عمد را چنین تعریف کرده. گفته قتل عمد عبارت است از بین بردن حیات شخص زنده دیگر. خب در اینجا گفته شخص باید زنده باشه. اگر شخص مرده باشه و شخص دیگه بالای شخص مرده شلیک بکنه، در اینجا قتل عمد اتفاق نیفتاده، بلکه چون طرف مقابل قبلا مرده، اینجا میشه که به حرمتی به اموات شوه، ولی یا مثلا اگر بدنش پارا پارا بکنه میشه که مثله شوه، ولی در اینجا قتل اتفاق نمیفته، چون باید مجنی علیه یا باید مقتول از جمله اشخاص باشه و اشخاص زنده باشه که حیات زیره مثلا سلب بکنه. و این نوع قصد باید با داشتن قصد قتل باشه. در سایر موضوعات قتل عمد اتفاق نمیفته. خب ادامه بحث را میخوانیم که چی است. در ماده ذکر شده چند قید ذکر شده است. یکی حیات شخص زنده که شخص مورد قتل باید زنده باشه که خدمت شما بحث کردیم. مرده بودن شخص مورد هدف قتل محسوب نمی شود چون شخص قبلا فوت کرده و حیات ندارد که ما اینم بحث کردیم. خب در اینجا قتل مفهوم خود را از دست میداد. اگر اینی که فرد بالای جسد حمله بکنه و شلیک بکنه، در اینجا قتل معنی خودش را از دست میده. دوم اینه که شخص زنده باید کسی دیگری باشد، یعنی شخص دوم که ما در بحث قتل گفتیم که شخص نمیتونه خودش را بکشه، باید شخص دیگری باشه که او را بکشه. یعنی دو فرد در اینجا داخله، یکی عامل، یکی فاعل، یکی مفعول. فاعل کسی که عمل را اجرا میکنه، فاعل مفعول کسی که بر علیه از او عمل اجرا میشه. یعنی فاعل کسی که میزنه، یعنی عمل مجرمانه را اجرا میکنه. مفعول کسی که بالای از او این عمل زدن اجرا شده، یعنی مثلا شلیک شده، کشته شده، فرد از دنیا رفته. خب شخص نمیتواند خودکشی نماید در صورتی که یک فرد مثلا بالای خودش حمله بکنه و خودش را بکشه و در اینجا نمیتونه که ایره عنوان قتل به خودش بده و نامش را قتل عمد بگذاره، زیرا حیات خود را از دست دادن نه شخص دیگری را. در اینجا اخذ حیات خود قتل محسوب نشده و حتی از جمله عمل مجرمانه خارج هست. خب یک سوال خدمت تمام عزیزانی که این درس را تماشا میکنین، چرا خودکشی مثلا از جمله جرایم در جامعه محسوب نمیشه؟ شما لطفا جواب اینها را در کامنت های این ویدیوها یا اینی که برای من ارسال بکنین. خب بنابراین باید شخص مورد قتل فرد دیگر از خود باشد، یعنی شخص الف شخص ب را سلب حیات نماید تا در اینجا قتل عمد اتفاق بیفتد. خب ما بحث کردیم که هیچ وقتی نمیتونه یک فرد خودش را بکشه. هرگاه خودش را بکشه اینجا عمل خودکشی اتفاق افتاده، نه قتل عمد. خب درس ما در همینجا به پایان میرسه و امیدوارم که شما هم یک موضوع خیلی جالبی را در اینجا فهمیده باشین و کار خانگی که خدمت شما ارائه کردم او را حتما انجام بدین و برای من ارسال بکنین و یا در کامنت ها بنویسین تا که رویش بحث بکنیم. خب ما در جلسه بعدی انشالله روی ارکان تشکیل دهنده قتل عمد صحبت میکنیم. تا دیدار بعد، تا جلسه بعد، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. شاد و کامگار باشید.